صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، باب 4: سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. باید گفت که از شهرستان نیسای کهن و نیسای نو که در فاصله 18 کیلومتر دورتر از شهر امروزه اشقاباد واقع است، ضمن حفریات باستانشناسی که سالهای 1940-1960 تحت سروری عالم نمایان شوروی ماسون صورت گرفته بود، خیلی موادهای نادر عاید به تاریخ و تمدن عهد پادشاهان پارت به دست آمدند. باقی مانده های دیوار قلعه، خرابه معبدها، قصرهای محتشم دارای تالارهای بزرگ، اسبابهای زیب و زینت، یراق و اسلحه، اسبابهای روزگار و غیره از جمله بازیافت‌های این دو شهرستان قدیمه میباشند که از رواج و رونق صنعت معماری و شهرسازی گواهی میدهند. قلعه نیسای کهن قصرهای پادشاه از جمله عمارت‌های خواجگی، بینای سربازان و منزل اشرافان را در بر میگیرد. طرح قلعه 5 گوشه بوده، اطرافش دیواری مستحکم داشت که قفسه پایه آن به 9 متر میرسد. در گوشه جنوبی گلدسته عظیمی بود که وسعت بالای آن 35 بر 35 متر بود. استحکام مکمل یکی از قسم‌های اساسی مدافع قلعه بود. در میانجای قلعه تالار نهایت بزرگی چارکنجه بود که 400 متر مربع وسعت داشت. در مابین تالار 4 ستون خشتی می ایستاد که تنه هر یکی آنها گویا از 4 نیم ستون ترکیب یافته بود. در گرد و اطراف دیوار تالار قطار نیم ستون ها می نمود. قبط دوم دیوار تالار نیز نیم ستون ها داشت و در مابین هر یک دو نیم ستون در تاقچه ها هیکل های کلان از قد آدم بالاتر گلی می ایستادند. قبط دوم دیوار با رنگ سرخ بلند اندازه کرده شده نقش و نگار بسیار دارد و زرحلکاری کرده شده است. فرش تالار گچی، سقفش تختگین، در مابین روزنه دارد که یگانه منبع روشنی می باشد. هر کسی که به این تالار می درآمد ستونهای با صلابت گویا به فلک سرکشیده، مجسمه های نظرربای بدیل هراس اندازنده، شوکت و شکوه نقش و نگار و رنگ و بار آن را دیده مات و محبود می شد. در بین معماران و باستانشناسان مباحثه می رود که این تالار چی بود. بعضی ها می گویند که این تالار عظیم قبولگاه پادشاهان پارت می باشد. دیگر گروه متخصصان طرفدار چنین عقیده به حقیقت نزدیکتری می باشند که تالار مذکور معبد عظیم آتش است که به یادبود اجدادان به بزرگواری رسیده ساخته شده است، یعنی یک نوع آثار معماری ارزش‌های اعتقادی می باشد. بازیافتی بسا مهمه که از دیمنه نیسای کهن دسترس شده است. بایگانی کلان حجت‌های خطی زیاده از 2500 سفالپاره نوشته شده استرکان می باشد که هنگام کافتکاوی انبار شراب نگاهداری به دست آمدند. در این حجت‌ها ظاهراً دخل و خرج شراب، مقدار آن، نام تاگزار و نام ملک، نام عنوان شرابکش، سنه آوردن شراب، نوع شراب و غیره نشان داده می شد. این گونه حجت‌های مفصل در دوام 70 سال ترتیب داده می شد. غیر از این حسابات عمومی، رویخطها و برای شرابگیری طلبنامه ها یافت شدند. نوشتجات روی سفالپاره ها که با رنگ سیاه در روی خمهای شراب نگاهداری ثبت شدند گواهی می دهند که پارت ها طرز نگارش آرامی را استفاده می بردند. به عقیده زبانشناسان از بس که زبان پارتی از زبان آرامی فرق داشت، برای افاده آن علامت های دیگر نیز لازم بود. بنابراین به خط آرامی یک نوع تغییرات وارد نمودند که در نتیجه تخمیناً در عصر 2 میلادی خط پهلوی
ба вуҷуд омад. Ногуфта намонад ки давраи давлатдории портҳо камобеш қариб 500 сол идома ёфта, аз соли 247 пеш аз милод то соли 224 милодӣ дар шумори империяҳои тавонои орёинажодон бошад ҳам, таърихнависони аҳди қадим ва асри миёнагии эронӣ аз он кам ёдовар шуданд. Сабаби аслии ин қазия аз душманӣ ва рақобати шадиди сулолаи Сосонёни Эрон бо сулолаи Ашкониёни Порт сар задааст. Сосониён дар аҳди Ардашери Бобакон ба ҷои портҳо ба сари қудрат омада ба империяи тавонои орёиҳои эронӣ бунёд гузоштанд. сулолаи Сосониён аслан портҳои Ашкониро қавми бегона, дур аз дудаи шоҳаншоҳони номвар ва ғасбкунандаи тахту тоҷи ҳахоманишиён номида худро ҳамнасаб, вориси қонунӣ ва меросбари ҳақиқии шоҳаншоҳони пешгузаштаи ҳахоманишӣ мешумурданд. ашкониён бошанд, чуноне дар боло гуфтем, насабномаи худро ба писари дорои ду, Ардашери ду ҳахоманишӣ, ки номаш Аршак буд, расонида худро идомадиҳандаи давлатдории ҳахоманишиён ва вориси онҳо медонистанд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.